حکایت سایه حقیقت. در روزگاری دور در شهری که نامش از یادها رفته، مردی میزیست به نام نعمان. نه صاحب قدرت بود و نه مدعی دانایی. تنها ویژگیش این بود که حقیقت را آنگونه که میدید بیان میکرد. اگر تاجری کم فروشی میکرد، نعمان سکوت نمیکرد. اگر قاضی عدالت را می‌فروخت، نامش را می‌برد. و اگر واعظی مردم را به پرهیزگاری می‌خواند، اما خود به آن پایبند نبود، نعمان پرده از کارش برمی‌داشت. مردم در ظاهر او را می‌ستودند، اما در دل از او می‌هراسیدند. زیرا حقیقت هنگامی که بی پرده گفته می‌شود، آرامش دروغین را برهم می‌زند. سرانجام بزرگان شهر گرد هم آمدند و گفتند این مرد فتنه‌گر است. دیگری پاسخ داد نه، فتنه‌گر نیست، او راستگوست. و همین سخن تصمیم نهایی را رقم زد. نعمان را نزد حاکم بردند. حاکم پس از اندکی تأمل گفت تو را می آزماییم. اگر از آزمون سربلند بیرون آیی، آزاد خواهی بود. او را به اتاقی تاریک بردند. در آن اتاق تنها شمعی میسوخت و بر دیوار سایه‌ای بزرگ و مبهم دیده میشد. سایه‌ای شبیه انسان، بی چهره و لرزان. صدایی از دل سایه برخاست. من حقیقت توام. نعمان پاسخ داد حقیقت نیازی به سایه ندارد. صدا گفت اگر مرا انکار کنی کشته میشوی و اگر مرا حقیقت بدانی مردم تو را خواهند پرستید. نعمان خاموش ماند. او نه از مرگ بیم داشت و نه از ستایش خوشنود میشد. آنچه دلش را سنگین میکرد نادانی مردم بود که میان نور و سایه تفاوتی نمیدیدند. بامدادان حاکم او را خواست. از او پرسید چه دیدی؟ نعمان گفت سایه‌ای دیدم که ادعای حقیقت داشت. حاکم گفت آیا حقیقت نبود؟ نعمان پاسخ داد حقیقت اگر از نور جدا شود به سایه بدل می شود و سایه هرچند بزرگ و ترسناک خود حقیقت نیست. حاکم دریافت که این مرد را نمیتوان کشت و نه خاموش کرد. پس فرمان داد که او را از شهر برانند. نعمان رفت بی آنکه نفرین کند یا بازگردد. سالها گذشت و شهر پر شد از سایه ها، هر یک مدعی حقیقت. و مردمان دیر فهمیدند که خطر نعمان در زبانش نبود، در این بود که آنان را به جستجوی نور وامی داشت. و این کاری است که هر کسی توان انجامش را ندارد.